سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. داستانی رو که امروز تقدیمتون میکنم به اسم گرلوک دختر پادشاه است. امیدوارم که تا آخر داستان من رو همراهی کنید. روزگاری پادشاهی قدرتمند با همسر زیباش تو باغ قصرش نشسته بودند و در مورد آینده پسر کوچیکشون با شور و شوق و علاقه خیلی زیادی صحبت می‌کردند. این پسر کوچیک تو گهواره زیبایی طلایی رنگی کنارشون در خواب ناز بود. چندین سال از ازدواجشون گذشته بود و اونها صاحب هیچ فرزندی نشده بودن. اما زمانی که این پسر کوچیک به دنیا اومد، اونا فکر میکردن که خوشبخت‌ترین زن و شوهر دنیا هستند. این بچه پسر زیبای پر جنب و جوشی بود و دوست داشت دائما با پاهاش لگد بزنه و با دستای مشت کردهش ضربه بزنه. با اینکه این بچه ضعیف و کوچیک بود، پدر و مادرش فکر میکردن که اون بی‌نظیرترین و بی‌مثل و بی‌مانندترین موجود روی زمینه. به همین خاطر سخت تو فکر نقشه‌هایی برای زندگی آینده فرزندشون بودن. اونا اونقدر غرق در افکارشون بودن که اصلاً متوجه سایه تیره رنگ بزرگی که به سمتشون سینه خیز میرفت نشدن. سرانجام یه سر ترسناک با دندونای براق اونها رو در پهنه خودش گرفت و تو چشم هم زدنی فرزند دلبندشون رو دزدید و با خودش برد. پادشاه و ملکه مدت زمانی مات و مبهوت موندن. اونا از ترس زبونشون بند اومده بود. بعد پادشاه به آرومی از جاش بلند شد و دستشو به سمت همسرش دراز کرد و اونو به قصر برد تا هر چی که اشک تو چشماش هست خالی کنه. تا چند روز مردم از اونا هیچ خبری نداشتند و اونها رو هم ندیدند. اژدهایی که بچه رو دزدیده بود به هوا بلند شد و گهواره را محکم بین دندوناش گرفته بود و بچه هم همینطور تو خواب بود. اژدها انقدر با سرعت حرکت میکرد که از مرزهای یک کشور دیگه هم گذشت. بعد چشمش به پادشاه و ملکه کشوری افتاد که تو باغ کاخشون نشسته بودن و کنارشونم یه گهواره با شکوهی با پارچه اطلسی سفید رنگی قرار داشت. یه دختر کوچیک و نازی توی این گهواره خوابیده بود. درست مثل دفعه قبل اژدها از پشت سر به اونها نزدیک شد و چیزی نمونده بود که گهواره رو به چنگ بیاره که پادشاه یک مرتبه از جاش بلند شد و با عصای طلاییش چنان ضربه‌ای به اژدها زد که از درد عقب نشست و گهواره رو از دهنش انداخت. بعد بالهاش رو باز کرد و تو دل آسمون رفت و خودش رو از خطر رهانید. پادشاه به همسرش گفت جون مفتش رو به در برد. ملکه از ترس رنگ به چهرش نبود و بچهش رو محکم تو آغوشش گرفته بود. اون زیر لب گفت ترسناک بود، اما ببین اون شیء براقی که اونجا افتاده اون چی هست؟ پادشاه به طرف جهتی که انگشت ملکه نشون میداد رفت و با کمال تعجب گهواره‌ای رو که یه پسر کوچیک توش بود دید. پادشاه با فریاد گفت
وای، هیولا اونو دزدیده و قصد داشته دختر ما گرلوک رو هم بدزده. و روی گهواره خم شد و کلماتی رو که روی پارچه کتون ظریفی نوشته شده بود و به دور بدن پسر کوچیک پیچیده شده بود خوند که این گرتاری پسر گرتاری پادشاهه. از تقدیر و سرنوشت بد روزگار بین این دو شهریار همسایه جنگ سختی در گرفته بود و چند سالی میشد که این دو کشور با هم هیچ ارتباطی نداشتند. بنابراین به جای آنکه فرستاده‌ای پیش پادشاه گرتاری بفرسته و اونو از سلامت پسرش آگاه کنه، تصمیم گرفت خودش پدرخونده بچه بشه و اون رو به همراه شاه دخت گرلوک پرورش بده و بزرگ کنه. تا مدتها همه چیز با حضور بچه ها به خوبی پیش می رفت و همگی در روز خوشحال و شاد و خندان بودن. اما بالاخره زمانی فرا رسید که ملکه دیگه نتونست با بچه ها تو باغ کاخ قایم موشک بازی کنه، کاری که بهش علاقه‌مند بود. اون حالا روی بستر و تخت خواب نرمش دراز کشیده بود و بازی اونها رو تماشا میکرد. بعضی آدما تو کاخ با صدای آهسته‌ای با هم صحبت میکردن. حتی گرلوک و گرتاری یواشکی خودشون رو به پشت در اتاق اون میرسوندن و گوش وای میستادن. سرانجام یک روز صبح پادشاه دنبالشون فرستاد و با چشمایی قرمز رنگ که بر اثر گریه زیاد این شکلی شده بود به اونها گفت که ملکه دیگه تو این دنیا زندگی نمی‌کنه. غم و اندوه این دوتا بچه بزرگتر از اون بود که به زبون بیاد. اونها ملکه رو مثل جان شیرین خودشون دوست داشتن و بدون اون زندگیشون کسالتبار و خسته کننده میشد. اما ندیمه‌ای که از بچه ها تو قلعه‌ای که براشون ساخته شده بود پرستاری میکرد مهربون و خوب بود و موقعی هم که پادشاه گرفتار کارهاش بود یا به جای دیگه از سرزمینش میرفت، این ندیمه از هر نظر مراقبشون بود و کاری میکرد که همیشه خوشحال باشن. اون مواظب بود که اونها اون چه رو یک شاهزاده و شاه دخت باید بدونند و یاد بگیرند حتما بدونند و یاد بگیرند. یک روز وقتی که بچه ها با نگرانی منتظر بازگشت پدرشون از شهر دور دست بودند، فرستاده ای با شتاب به حیاط قصر اومد و از طرف پادشاه پیغام آورد که اون با همسری تازه به قصر برمیگرده. خب این مسئله به خودی خود چیز خیلی عجیب یا وحشتناکی نبود. در واقع پادشاه بار دیگه ازدواج کرده بود. اما ندیمه پیر خیلی زود متوجه شد که ملکه جدید با وجود زیباییش یه جادوگر هست و به همین علت چشم دیدن کسایی رو که امکان داشت به شوهرش نفوذ و قدرت داشته باشند نداشت. اون برای گرلوک و گرتاری نقشه های پلیدانه و ناشایستی تو سرش داشت. زن وفادار به خاطر احساس مسئولیتش لحظه ای آروم و قرار نداشت. وقتی که چند ماه بعد از مراسم عروسی بین کشورش با سرزمینی در اون سمت دریاهای جنگی در گرفت، اون خیلی اندوهگین شد و روحش به درد اومد. پادشاه در جلوی سپاه به میدون جنگ رفته بود و با دور شدن پادشاه از قصر اون چی که
اون از مدتها پیش انتظارش رو داشت اتفاق افتاد. یک شب ندیمه برخلاف عادت همیشگیش موقعی که آروم خوابیده بود، البته بعداً مطمئن شد که تو غذاش داروی خواب آور ریخته بودند، متوجه شد که ملکه جدید به سمت قلعه رفته. اینکه دقیقاً کی اونجا بوده کسی نمیدونه. اما وقتی که خورشید بالا اومد، رخت خواب گرتاری و گرلوک خالی بود. بعد ملکه چند تا از نگهبونها رو صدا زد و به اونها گفت که در خواب بهش هشدار دادن که از سمت جانور درنده سرکش و وحشی بلایی سخت به اون نازل میشه. برای همین به اونها دستور داد که برن و هر جانوری رو که در اطراف قصر زندگی میکنه از پای در بیارن و هلاک کنن. نگهبونا بیرون رفتن، اما تنها جانورای وحشی که دیدن 2 کره اسب سیاه با زیبایی بی‌نظیر بود. اونا هم با خودشون فکر کردن که این 2 کره اسب برای سواری پادشاه خیلی مناسبه و دلشون هم نیومد که اونا رو بکشن. واقعا چه کسی دلش میاد که به 2 اسب کوچیک زیبا آسیب بزنه؟ برای همین اسبا رو ترسوندند و رم دادند و رها کردند و دست خالی به قصر برگشتند. ملکه پرسید چیزی ندیدین؟ واقعا چیزی ندیدین؟ اونا جواب دادن که هیچ چیز ندیدیم اولیا حضرت. اما ملکه حرفشونو باور نکرد و همین که اونها رو مرخص کرد به خدمتکار وفادار و گوش به فرمانش دستور داد که به نگهبانا نوشیدنی سرگیجه آوری بنوشانه و به طوری که زبونشون شل بشه و اون از زیر زبونشون حرف بکشه تا اون چی رو که اتفاق افتاده تعریف کنند. خدمتکار وفادار ملکه گفت فرمان ملکه بزرگ اطاعت میشه و به دنبال مأموریتش رفت. شب دیر وقت بود که از ملکه اجازه خواست تا پیشش حاضر بشه. وقتی به حضور ملکه رسید گفتش که نگهبانها حقیقت رو گفتن. من به حرفاشون با دقت گوش کردم. اونا گفتن که هیچ جانور درنده و وحشی رو ندیدن به جز 2 کره اسب سیاه. خدمتکار قصد داشت حرفای دیگه هم بزنه، اما با نگاهی به چشمای خشمالود و غضبناک ملکه 4 ستون بدنش به لرزه در اومد و با عجله تعظیمی کرد و فرار رو برقرار ترجیح داد و از پیش ملکه دور شد. ظرف 1 هفته پادشاه به قصر برگشت. تمام درباریا از دیدن دوبارش خوشحال و شاد شدن. اونها در بین خودشون زیر لب میگفتن حالا شاید اون دنبال کسی بگره تا به سر فریاد بزنه. منظور اونها کسی به جز ملکه نبود که در طول این مدت دق دلیاش رو سر اطرافیاش خالی میکرد. هیچ کس هم نمیدونست که چه اتفاقی افتاده که باعث خشمش شده. اما هر علتی که داشت همه چیز به خوبی پیش میرفت. برای اینکه این پادشاه بود که فرمانش در قصر اطاعت میشد، نه ملکه. متاسفانه شادی اونها زیاد طول نکشید. درست همون شب اول بعد از اینکه پادشاه برگشت، ملکه خواب شیطانیش رو، همون خوابی که در نبود پادشاه دیده بود، برای همسرش تعریف کرد. اون از پادشاه خواست که صبح روز بعد از قصر بیرون بره و هر موجود زنده‌ای رو که در اطراف قصر میبینه نابود کنه.
پادشاه که همیشه هر چی رو که ملکه میگفت باور میکرد، بهش قول داد که خواستش رو عملی کنه. اما قبل از اینکه از وسط باغ‌های شادابی که اطراف قصر رو پوشونده بودن سوار رد بشه، شیفته یه ترانه دو پرنده آبی رنگ کوچیکی شد که روی درخت راج دون قرمز جا خوش کرده بودن. ترانه پرنده ها باعث شد که اون در مورد هر چیز زیبایی که تا اون لحظه شنیده بود یا تصور کرده بود به فکر فرو بره. زمانم میگذشت و پرنده ها همینطور ترانه سرایی میکردن. پادشاه هم گوش میکرد و البته هرگز فکر نمیکرد که اون دو پرنده گرلوک و گرتاری باشن که اونو شیفته ترانه های خودشون کرده بودن. سرانجام تاریک شد و گلوی پرنده ها هم از بسیار سرایی ترانه ها خشک شده بود. پادشاه هم با یه تکون بیدار شد و تازه در اون موقع متوجه شد که نمیتونه قولی رو که به ملکه داده در اون روز انجام بده. همین که پادشاه به قصر برگشت، ملکه مشتاقانه پرسید: خب چیزی دیدی؟ پادشاه جواب داد: همسر عزیزم، شرمنده‌ام. اما راستشو بخوای باید بگم قبل از خروج از باغ تو دروازه غربی به 2 پرنده آبی رنگ کوچیک عجیبی برخورد کردم که با سر دادن ترانه باعث شدن هر چیزی رو تو این جهان از یاد ببرم. شاید باورت نشه، اما تا زمانی که هوا تاریک شد اصلا متوجه نشدم که کجا بودم و چی کار باید میکردم. به هر حال فردا هیچ چیزی باعث نمیشه که خواستت من برآورده نکنم. و ملکه هم در حالی که برق عجیبی تو چشماش میدرخشید با برگردوندن روش پچ پچ کنان گفت: فردایی وجود نداره. اما پادشاه چیزی نشنید. اون شب پادشاه به افتخار پیروزی بر دشمن تو قصر جشن باشکوهی گرفت. 3 مردی که ملکه اونها رو برای کشتار جونورای وحشی فرستاده بود، از اونجا که تو قصر نور چشمی بودن و به عنوان نگهبونهای ملکه گماشته شده بودن، به علت مقامشون اونها در جشن همیشه کنار پادشاه بودن. بنابراین برای ملکه خیلی راحت بود که زهر تلخ و جانگدازی که آروم آروم تأثیر میکرد تو جامها و ظرفهاشون بریزه بدون اینکه کسی بوی از اون ببره. قبل از سحر در تمام قصر خبر پیچید که پادشاه و 3 افسرش مردن. گریه و آه و ناله هیچ کسی به پای فریادهای جگرخراش ملکه نمی‌رسید. وقتی مراسم با شکوه خاک سپاری به پایان رسید، ملکه اعلام کرد که میخواد در قلعه دوردست گوشه‌نشین بشه و 1 سال تمام عزاداری کنه. اون برای اداره کشور شخصی رو به جای خودش گذاشت و همراه ندیمش که از تمام رازهاش آگاه بود به سمت قلعه رفت. همین که از قصر دور شد فوراً دعا و افسون خودش رو به کار گرفت تا بفهمه که گرلوک و گرتاری خودشون رو به چه شکلی در آوردن. خوشبختانه شاه دخت زیر نظر ملکه‌ای فرمانروا جادوگری یاد گرفته بود. برای همین تونست با ترفندهای پلیدانه نامادریش پی ببره و با شتاب خودش رو به نهنگ و برادرش رو هم به باله خودش تبدیل کنه. ملکه هم خودش رو به کوسه تبدیل کرد و به دنبال نهنگ رفت.
بین نهنگ و کوسه جنگ خشمناکی در گرفت که تا چند ساعت طول کشید. آب دریا در اطرافشون به رنگ خون در اومده بود. اول یکی از نبرد کننده ها برتری داشت و بعد نوبت به جنگجوی بعدی رسید. اما سرانجام برای ماهیای کوچیکی که اونجا جمع شده بودند و این جنگ رو تماشا می‌کردن مشخص شد که پیروز نهایی این جنگ نهنگه و همینطور هم شد. بعد از این جنگ کمرشکن و نیرومندانه کوسه جونش رو از دست داده بود و رو سطح آب شناور شده بود. نهنگم که دیگه توانی براش نمونده بود فقط تونست جسم خسته و زخمیش رو به جزیره آرومی برسونه. اون 3 روز تمام آروم و بی حرکت انگار مرده بود. اونجا برای خودش باقی موند. در پایان روز 3 زخماش درمان شدند و اون به این فکر افتاد که هر کاری که بهترینه همون رو انجام بده. اون به گرتاری گفت که بیا به سرزمین پدرت برگردیم و این زمانی بود که هر دو شکل واقعی خودشون رو به دست آوردند و روی صخره‌های بالاتر از دریا نشسته بودند. گرتاری گفت تو چقدر باهوشی. من اصلا فکر چنین کارهایی رو هم نمی کردم. و در واقع حرف درستی هم زده بود برای اینکه خودش اصلا زرنگ و باهوش نبود. گرلوک جعبه کوچیکی رو که توش گرد سفید رنگی بود از جیب لباسش در آورد و یه مقدار از اون رو روی گرتاری و یه مقدار رو هم رو خودش پاشید و به سرعت جهش رعد و برق اونها خودشون رو تو محوطه قصری دیدن که از اونجا گرتاری توسط اژدها چند سال پیش دزدیده شده بود. گرلوک گفت حالا اون پارچه نواری رو که حرفای طلایی روش نوشته شده اونها رو بردار و به دور پیشونیت ببند و با شجاعت تمام به قلعه برو. اما حواست باشه اگه تشنه شدی نباید چیزی بنوشی تا زمانی که با پدرت صحبت کنی. اگه چیزی بنوشی هر دوی ما دچار بلا میشیم. گرتاری که مات و مبهوت بهش خیره شده بود گفت چرا باید تشنم بشه؟ فقط 5 دقیقه وقت میبره که به دروازه قلعه برسم. گرلوک آرامش پیدا کرد. اما تو چشماش نگاه غمگینی لونه کرده بود. بالاخره گفت خدا نگهدار. اون چه که گرتاری گفته بود واقعا درست بود. اون خیلی راحت ظرف 5 دقیقه به قلعه رسید. البته کسی هم تصور نمی کرد که بیشتر از این ممکنه وقت ببره. وقتی به اونجا رسید در نهایت شگفتی دید که دروازه کاملا بازه و اون میتونه رنگ پرده هایی رو ببینه که اصلا نمیشد از بین اونها کمی جلوتر رو دید. هر لحظه هم آفتاب گرمتر میشد و زبانش از تشنگی میسوخت. با خودش گفت اصلا سر در نمیارم. چی داره به سرم میاد و چرا خیلی وقت پیش من به قلعه نرسیدم؟ پاهاش از خستگی توان حرکت نداشتند و سرش هم گیج میرفت. یه چند قدمی رو بدون اون که چیزی ببینه تلو تلو خوران جلو رفت که ناگهان صدای شرشر آب به گوشش رسید. تو جنگل کوچیک که یک راه باریکی رو هم داشت جویباری رو دید که از روی تخت سنگی به زمین میریخت. با دیدن این منظره قولی رو که به گرلوک داد از یادش برد. از وسط بوته‌های خاردار که لباسشو پاره پوره کرده بودن مثل برق گذشت و پایین جویبار پر آب روی زمین ولو شد. بعد
کاسه طلایی رنگی رو که از درخت آویزون کرده بودن برداشت و پر و پیمون آب نوشید. وقتی از جاش بلند شد یاد گرلوک و تمام زندگی گذشتش از خاطرش پاک شد. در عوض چیزی درونش تیره و تار به جوش و خروش در اومد و مرد و زن سفیدمویی رو دید که وسط دروازه باز با دستایی که از هم باز کرده بودند ایستاده بود. اونا با صدای بلند میگفتن گرتاری، گرتاری، بالاخره به خونه اومدی؟ گرلوک 3 ساعت در همون جایی که گرتاری ازش جدا شده بود منتظر موند. بعد فهمید که چه اتفاقی افتاده. قلبش سنگین شد. اما خیلی زود به خودش اومد که چیکار باید بکنه. اون تو جنگل جلو رفت، از روی دیوارهای بلندی که بوستان و باغهای سلطنتی رو احاطه کرده بودن گذشت تا اینکه به خونه کوچکی رسید که در اونجا جنگلبان با 2 دخترش زندگی میکرد. اون در زد و یکی از خواهرها پرسید که کیه؟ اون گفت آیا به دختر خدمتکاری که خونه رو جارو کنه و گاوها رو بدوشه احتیاج ندارید؟ زن جوان جواب داد چرا؟ خیلی هم لازم داریم، چون تو قوی و پاکیزه به نظر میای. اگه مایل باشی میتونی خدمتکار ما بشی. بعد پرسید خب اسمت چیه؟ گرلوک سریع گفت لوفرتا. اون دلش نمیخواست کسی بفهمه که اون کی هست. دنبال بانوی جدیدش راه افتاد و پا به خونه گذاشت و خیلی سریع پرسید که چه کار باید بکنه. از بس زبر و زرنگ بود کم کم تو بیرون از خونه پشت سرش حرفایی زده میشد. همه میگفتن که یه دختر عجیبی تو خونه جنگلبان زندگی میکنه که همانندش هم از نظر مهارت و هم از نظر زیبایی در سرتاسر اون سرزمین پیدا نمیشه. سالها از پی هم اومدند و رفتند. با گذر زمان گرلوک برای خودش زنی شده بود. گاه و بیگاه گرتاری رو زمانی که سوار بر اسب برای شکار به جنگل میرفت دید میزد. وقتی اونو میدید که برمیگرده خودش رو پشت درختای بزرگ قایم میکرد. هنوز قلبش از این که اون رو از یاد برده اندوهگین و قصه‌دار بود. یه روز موقعی که داشت سبزی میچید گرتاری ناگهان پیشش رفت و اون فرصت نکرد که خودشو پنهان و قایم کنه. حتی اگه اون صورتشو کثیف و دستاش رو هم گلالود میکرد و گیسوان زیباش رو هم زیر کلاه قرمز رنگ پنهان میکرد باز هم پسر جوان خواهر خودش رو نمیشناخت. اون پرسید دوشیزه زیبا اسمت چیه؟ دختر کمی خم شد و گفت لوفرتا. پسر پرسید پس این تو هستی که خیلی چیزا در موردت شنیدم. خیلی زیبا هستی و حیفه که به دخترای جنگلبان خدمت کنی. همراه هم به قصر بیا. مادرم ملکه تو رو یکی از ندیمه هاش میکنه. دوشیزه جواب داد واقعا این نشونه خوشبختی منه. اگه به راستی منظورت این هست خب با تو میام. اما کجا بدونم که راست میگی؟ و پسر جوان با اشتیاق گفت به من بگو تا برات یه کاری انجام بدم. هر چی که باشه. دختر سرش رو پایین آورد و بعد جواب داد به طویله برو و گوساله‌ای رو که اونجا هست ببند. طوری که قفلش جدا نشه و سر به هر طرف نذاره. جنگلبان و دختراش با من خیلی خوب رفتار کردند و من دوست ندارم کارهاشون رو ناتموم بذارم. به این ترتیب گرتاری به طویله رفت. گوساله اونجا بود و طناب به دور شاخهای کوچیکش بسته شده بود. زمانی که اون طناب رو به قلاب روی دیوار محکم می‌کرد
متوجه شد که حلقه طناب به دور مچ دستش پیچیده شده و اون هر چی که زور زد تا اونو باز کنه نتونست. تمام شب جون کند و تلاش کرد و زحمت کشید تا خودشو رها بکنه، اما از شدت خستگی نیمه جون هم تو بدنش باقی نموند. همین که خورشید صبح روز بعد شروع به تابش کرد و صبح از راه رسید، ناگهان هرچی طناب به دورش حلقه شده بود رو زمین ریخت. اون که از دست دوشیزه خیلی خشمگین و عصبانی بود، خسته و کوفته خودشو به قصر رسوند. با خشم تمام پچ پچ کنان به خودش گفتش که اون یه جادوگره و من دیگه کاری باهاش ندارم. و بر اثر خستگی زیاد روی رخت خوابش ولو شد و تمام روز خوابید. مدتی بعد از این ماجرا پادشاه و ملکه پسر دلبندشون رو به کشور همسایه فرستادن تا از بین 7 شاه دخت اونجا همسری برای خودش انتخاب کنه. گرتاری زیباترین اونها رو انتخاب کرد و زوج جوان خیلی سریع سوار کشتی شدند و به سمت سرزمین پدر مادر شاهزاده راهی شدند. باد موافق می‌وزید و کشتی هم با سرعت پیش می‌رفت، به طوری که اونها در مدت زمان کوتاهی که اصلا انتظار نداشتن به نزدیکترین کناره قلعه رسیدند. کالاسکه‌ای با شکوه نزدیک ساحل آماده بود، اما از اسب خبری نبود. برای اینکه همه برای شرکت تو جشنی که پادشاه به افتخار عروسی پسرش گرفته بود سواره به قصر رفته بودن. شاه دخت تازه عروس وقتی که گرتاری گفت دچار مشکل شدیم با عصبانیت گفت من که نمیتونم تمام روز اینجا بمونم. من خیلی خستم و دیگه طاقت ندارم. برای همین دنبال حیوانی بگرد تا کالاسکه رو بکشه. حتی یه الاغ. اگه به موقع دست به کار نشی با همین کشتی به قصر پدرم برمیگردم. گرتاری بیچاره از حرفای شاه دخت خیلی آزرده و ناراحت شد. البته اون خیلی هم دلباخته شاه دخت نشده بود. برای اینکه در طول سفر چند بار کارهای بیهوده انجام میداد و از رفتارش معلوم شد که چقدر بد اخلاق و تندخوه. اما تو اون وضعیت اون به عنوان شاهزاده و شاه دختم به عنوان عروسش نمیتونست به چیز دیگه ای فکر بکنه. اون باید مشکل پیش اومده رو برطرف میکرد. برای همین فوراً به همراهاش دستور داد تا برن یه حیوانی پیدا کنند و با سرعت و با شتاب به اونجا بیارن. در این مدت طولانی که شاه دخت و کالاسکه زیبای طلایی نشسته بود، لباس بلند مخمل آبی رنگش زنبورهای نقره‌ای رو به طرفش کشوند و تمام بدنش رو پوشوند، به طوری که حتی نوک دماغش هم دیده نمیشد. و سرانجام سر و کله دختری پیدا شد. اون گاو نری رو به جلو میکشید و یکی از فرستاده های شاهزاده هم که با شور و اشتیاق حرف میزد به دنبالش راه افتاده بود. گرتاری با دیدنشون از جا پرید و پرسید دوشیزه مهربون، گاو نرتو به من قرض میدی؟ پولشو کامل میپردازم و چیزی از تو دریغ نمیکنم. برای اینکه تا این موقع پسر پادشاه اینطور دچار دردسر نشده بود. دخترم جواب داد به جای پول اجازه بده که من و 2 دوستم تو جشن عروسی پشت سر شما و عروس خانم بشینیم. و گرتاری با این خواسته دوشیزه با شادی موافقت کرد. 6 اسب حسابی هم نمیتونستن کالاسکه رو بکشن، اما این گاو نر اونو دنبال خودش میکشید و کالاسکه هم به سرعت تمام از کنار درخت‌ها و کشتزارها میگذشت و همین مسئله باعث شد که سر عروس کاملا گیج بره. با وجود ترسی که داشت هیچ اتفاقی نیفتاد و اونها سالم به دروازه قصر رسیدن. پادشاه و ملکه کاملا حیرت زده بودند. مقدمات جشن عروسی تدارک دیده شد و
تا پایان هفته همه چیز آماده شد. شاید جای خوشبختی و خوش اقبالی بود که شاه دخت خیلی گرفتار و سرگرم تهیه لباس عروسی و جواهرات خودش بود و به همین خاطرم اصلا توجهی به گرتاری نمی کرد. تا روز عروسی گرتاری هم تقریبا فراموش کرده بود که شاه دخت در طی سفر چقدر عصبانی و تندخو و بد اخلاق بود. مردا و زنایی که عمری از اونا گذشته بود با ساده دلی میگفتن که تو عمرشون همچین جشن عروسی با شکوهی ندیدن. تالار مملو و پر از دسته های گل بود. شاه دختم کاملا خوشخو و خوشحال و سرحال بود و احساس میکرد که همه چشما به سمت اون دوخته شده. به هر طرفی که میرفت همه بهش تعظیم میکردند و لبخند میزدند. اما اون در کنار شاهزاده با غرور به سمت مهمونا راه میرفت. اونا به طرف میزی که در تالار بود رفتند و در بالای میز کنار هم نشستند. بعد 3 بانوی عجیب غریب که لباسای آبی، سبز و قرمز رنگی با درخشش چشم نوازی پوشیده بودند به تالار اومدند و روی نیمکتی که درست پشت سر زوج جوان بود نشستند. بانوی سرخپوش گرلوک بود که به همراه دخترای جنگلبان به اونجا اومده بود. اون توی دستش چوب دست درخت قان و تو دست دیگهش سبد سربسته‌ای داشت. اونا ساکت و آرام نشسته بودند و جشنم با شور و هیجان ادامه داشت. حواس کسی هم به اونها نبود، یا اگرم بود اونها رو همراه‌های ملکه آینده می‌دونستن. ناگهان در حالی که شور و هیجان جشن به اوجش رسیده بود، گرلوک در سبد رو باز کرد. یه خروس و یه مرغ از سبد بیرون اومدند و پرواز کردند. همه شگفت زده به اونها نگاه میکردند. پرنده ها بالای سر زوج سلطنتی میچرخیدند. خروس پرهای دم مرغ رو با منقارش میکند و مرغم میکوشید که از چنگش در بره. سرانجام مرغ زبان باز کرد و پرسید میخوای با من بدرفتاری کنی؟ همون جوری که گرتاری با گرلوک کرد؟ و گرتاری با شنیدن این حرف با وحشت از جاش پرید. توی لحظه اون چی که در گذشته براش اتفاق افتاده بود به تندی برق از ذهنش گذشت. شاه دخت رو که کنارش بود از یاد برد و فقط چهره بچه‌ای رو که سالیان پیش باهاش همبازی بود به یادش آورد. با فریاد تو تالار به راه افتاد. گرلوک کجاست؟ گرلوک کجاست؟ و ناگهان چشمش به بانوی سرخپوش افتاد. اون با لبخندی بر لبش حلقه‌ای رو که گرتاری در 12مین بهار زندگیش بهش هدیه داده بود بیرون آورد. تو اون زمان هر دو در آغاز نوجوانی بودند و به آینده فکر نمی‌کردند و گرتاری بهش گفته بود فقط تو و نه کسی دیگه همسرم خواهی شد. و به طرفش رفت و دستشو گرفت و اونو به وسط تالار برد. همه مهمان‌ها دورشون جمع شده بودن. زبان از بیان اون صحنه کوتاهه. البته کسی نمیفهمید که چه اتفاقی افتاده. حتی پادشاه و ملکه هم تصور میکردن که پسرشون ناگهان دیوانه شده. خب خشم و عصبانیت و تندخویی عروس حتی تو خیال آدم هم جمع نمیشه. مهمونا تا زور و توان تو پاهاشون داشتن از تالار بیرون دویدن تا خاندان سلطنتی به امور مربوط به خودشون رسیدگی کنند. در پایان قرار بر این شد که نصف اون سرزمین به شاه دخت خوار و زار شده در ازای چشم پوشی از شوهر داده بشه.
و اون هم فوراً سوار بر کشتی به کشورش برگرده و خیلی زود با جوانی والا تبار و نجیب زاده ازدواج. در حقیقت اون این جوان رو خیلی بیشتر از گرتاری دوست داشت و همون شامگاه گرتاری و گرلوک هم با هم ازدواج کردند و تا پایان عمر با عشقی جاودانه و خالص کنار هم زندگی شادمانه و شرافتمندانه‌ای داشتند. با این ازدواج اونها همه مردم اون سرزمین رو هم شادمان کردند. دوستان عزیزم، از اینکه تا آخر داستان با من همراه بودین ممنونم. شما رو تا داستان دیگه به خدای بزرگ و مهربان می سپارم.